منصفانه نیست که ندونی چطوری پد کلاهتو عوض کنی یا تو این روزهای گرم تابستون بتونی بشوریش و تمیزش کنی. ما اینجا کلی اطلاعات باحال در مورد موتور، تجهیزات و استایل بهتون میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. مدل استلار SMK نوع تعویض ابرش یا ابر رو میخواید جدا کنید واسه شستشو. اول ابرهای کناری رو جدا میکنیم. 3 تا دکمه داره، 3 تا دکمه و این پلاستیکی که اینجا میبینید که بین یونالیت داخلی و پوسته کلاه هستش. اینجا هم که 3 تا دکمه است. پشتش هم 2 عدد دکمه. یکم حساسه. اینجا 3 تا پین میبینید شما. این 3 تا پین رو با ناخون حالا یا با هر جسم سخت و نازک دیگه که میدونید اینو میدید بالا، اینو به عقب میکشین، این جدا میشه و به این شکل این جدا میشه، اینو جدا میکنه. جا انداختن پد کلاه هم اول کفی کلاه، دکمه پشت رو میبندیم، تلق رو باز میکنیم، این بنده فک هم میندازیم داخل تویه. اینا رو دیگه نمیخواد بدیم بالا، حالا اگه نیاز بود که بدید ولی به همین صورت فشار میدید سر جای خودشه. بعد اینو نگه دارید با شستتون، بعدی رو بندازید، بعدی و بعدی. اینا تموم میشه، فقط این بغل گوش ها میمونه. اینها هم به این صورت نمیذارید داخل، این سرش به بیرون باشه داخل کلاه که کیپتر وایسه. من دستم زیاد جلوی دوربین نباشه. حالا ناگفته نماند که این مدل جایگاه نصب بلوتوث هم دارد. حالا برای مثلا تنظیم بلوتوث یا میخواید شستشو کنید، خود کلاه هم میخواید شستشو کنید، بلوتوث رو میتونید جدا کنید. حالا واسه نصبش هم که دوباره همینجا میچسبونید. پد بغل کلاه اول این پلاستیک رو باید جا بندازیم، ولی قبلش این بند رو باید از داخل این سوراخش رد کنی. پلاستیک رو جا میندازیم از بغل بین یونالیت داخلی و پوسته کلاه. اینجا رو میتونید باز کنید که ببینید جای دکمه ها کجاست که صحیح ببندید. یکیشو میبندی، اکثرا بقیه‌اش هم سر جای خودشونن، یعنی یه فشار میدید دیگه جا میفته. پد این سمتش هم به همین صورت اول بندو رد میکنیم، از اونجا تلقو میبندی که یکم با دست شه. اول این پلاستیک رو جا میندازیم، بعد یه فشارم از اینجا میدید که قشنگ بره داخل و باز تلق رو باز میکنیم، جای دکمه رو پیدا میکنیم، جا میزنیم، جا میزنیم و جا میزنیم. این تیکه های اضافه ای هم که هستش میره زیر پد کفی کلاه. این دیگه تنظیم تمیز آماده یه حال خوب. ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودین. ما رو دنبال کنید و هر اطلاعاتی در مورد هر کدوم از تجهیزات یا موتوری خواستین کامنت کنید، حتما پیگیرش هستیم و یه ویدیو براش درست میکنیم. ممنون.